تولد و خانواده برجو اوزبرگ. برجو در 11 دسامبر سال 1989 یا 20 آذر سال 1368 در اسکیشهیر ترکیه به عنوان کوچکترین فرد خانواده به دنیا اومد و یه خواهر بزرگتر به نام بشرا داره. مادر اون دیلک نام داره و خیلی‌ها معتقدن برجو شبیه به جوونی‌های مادرشه. تحصیلات و ورود به عرصه بازیگری برجو اوزبرگ. برجو از همون بچگی عاشق بازیگری بود و برخلاف خانواده‌اش که همه موزیسین بودن، اون تصمیم گرفت به دنبال رویای خودش یعنی بازیگری بره و در نهایت هم از رشته تئاتر کنسرواتور دولتی دانشگاه حاج تپه آنکارا فارغ التحصیل شد. اون در این مورد میگه: من همزمان با تحصیل در دانشگاه شروع به کار کردم و همیشه آرزوی من این بود که مدرکم رو بگیرم و حالا یه رویای دیگه هم به حقیقت پیوسته. ماجراجویی بازیگری برجو در سال 2013 با بازی در سریال سده باشکوه یا همون حریم سلطان شروع شد و بعد از اون با بازی در سریال دختران آفتاب به شهرت رسید و بازی در 2 سریال عشق تجملاتی و عشق منطق انتقام اونو به اوج شهرت و محبوبیت خودش رسوند. اون علاوه بر بازی در سریال‌های تلویزیونی توی چند تا تئاتر و فیلم سینمایی هم نقش آفرینی کرده و در عرصه تبلیغات و مدلینگ هم خیلی فعاله. روابط عاشقانه برجو اوزبرگ. برجو بیشتر از رابطه عاشقانه درگیر شایعات عاشقانه بوده و شاید دلیل اون رابطه گرم و صمیمی باشه که بین اون و همبازی‌ها شکل میگیره. داستان زندگی عاشقانه برجو با همبازی شدن اون با برک آتان در سریال دختران آفتاب شروع شد، اما این خبر شایعه‌ای بیش نبود و برک هم توی یه مصاحبه اونو کاملاً رد کرد. بعد از اون برجو در سال 2017 اولین رابطه عاشقانه خودش رو با آلپرن دویماز تجربه کرد. اما در سال 2018 این رابطه ظاهراً به خاطر خیانت آلپرن تموم شد و برجو که انگاری خیلی از دست آلپرن شاکی بود در مصاحبه‌ای گفت: عشق یه حماقته که باعث میشه آدم عقلشو از دست بده. اون در سال 2019 برای مدت خیلی کوتاهی با پاسور تیم والیبال فنرباغچه اولاش کیاک رابطه داشت. برجو در سال 2020 با تاجری به اسم مراد کازانجیولو دیده شد که گویا اونام فقط دوست هم بودن و عشقی بینشون نبود. یه شایعه دیگه هم در همون سال سر زبونا افتاد که مربوط میشد به رابطه اونو سرکای توتونجو که در سریال عشق تجملاتی همبازی بودن و برجو اون رابطه رو هم توی یه مصاحبه منکر شد و گفت: سرکای دوست بسیار صمیمی منه و این شایعات به خاطر این به وجود اومده که ما 2 نفر با هم خیلی خوبیم. اما شایعه عاشقانه آخرش هم مربوط میشه به همبازی شدن برجو با ایلهان شن در سریال عشق منطق انتقام که اصلاً مشخص شد خود ایلهان یه دوست دختر چند ساله داره و رابطه برجو و ایلهان هم فقط یه دوستی صمیمیه. برجو اخیراً در مصاحبه‌ای در پاسخ به سوالات مربوط به ازدواج گفته: چیزی به اسم دیر یا زود وجود نداره. مشخص نیست زندگی چی برات پیش میاره. اگه کسی باشه که منو تحت تاثیر قرار بده، ازدواج میکنم. معیاری برای عشق و ازدواج ندارم. همین که قلبم براش بتپه کافیه. ویژگی‌های اخلاقی و ظاهری برجو اوزبرگ. برجو با چشم‌ها و موهای قهوه‌ای، قد 163 سانتی متر و وزن 50 کیلوگرم، استایل و ظاهر زیبا و جذابی داره. اون موقع آرایش کردن رژهای تیره رو به روشن ترجیح میده. برجو یه دختر سرسخت، صادق و خونگرمه و همیشه سعی میکنه زندگی رو راحت بگیره. اون اصلاً نمیتونه بی‌عدالتی رو تحمل کنه. عاشق آزادیه و دوست نداره کسی توی کاراش دخالت کنه. اون شوخ طبعه و انرژی بالایی داره، اما کمی هم لجبازه و وقتی یه تصمیمی میگیره تا اونو عملی نکنه تسلیم نمیشه. اون در مورد خودش میگه یکم بی تدبیرم چون گاهی بی فکر حرف میزنم. بعضی وقتا این رفتارم برام مشکل ساز شده. ثروت برجو اوزبرگ. ثروت این بازیگر چیزی حدود 4 میلیون دلار تخمین زده شده.
حقایق جالب و باحال در مورد برجو. شماره 1. برای برجو خوش‌تیپ بودن یه مرد خیلی اهمیت نداره و بیشتر هوش و موفقیت‌های یه مرده که اونو جذب میکنه. شماره 2. اون در جشنواره پروانه طلایی سال 2020 برای بازی در سریال عشق تجملاتی برنده جایزه بهترین بازیگر زن کمدی رمانتیک شد. شماره 3. خواهر برجو یه ویولونیست حرفه‌ایه که متاسفانه همسرش رو خیلی زود از دست داده. شماره 4. برجو و هانده ارچل بعد از همبازی شدنشون توی سریال دختران آفتاب به بهترین دوستای هم تبدیل شدن. شماره 5. این بازیگر علاقه زیادی به حیوانات، مخصوصاً گربه‌ها و سگ‌ها داره و خودش 4 تا گربه و یه سگ به اسم چانگو داره. شماره 6. از رنگای مورد علاقه برجو میشه به قرمز و سفید اشاره کرد. شماره 7. سفر کردن، رقص و پیاده روی از تفریحات مورد علاقه این بازیگرن. شماره 8. برجو عاشق بچه هاست. اون یه خواهرزاده داره که کلی باهاش وقت میگذرونه. شماره 9. این بازیگر عاشق غذا خوردنه و غذاهای سنتی ترکیه و قهوه ترک رو خیلی دوست داره. شماره 10. یکی از نقطه ضعفای برجو کفشه و اون یه عالمه کفش داره. محبوبیت برجو در شبکه‌های اجتماعی. برجو در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی پرطرفداره و هم خیلی فعال و در اینستاگرام 9.2 میلیون نفر دنبال کننده داره. و در آخر فیلم‌ها و سریال‌های برجو اوزبرگ. سال 2013 تا 2014 سریال سده باشکوه. سال 2015 تا 2016 سریال دختران آفتاب. سال 2016 سریال داماد معرکه. سال 2017 فیلم سینمایی بادام شکری. سال 2017 تا 2018 سریال خانواده شیرم. سال 2018 فیلم سینمایی مقاومت کاراتای. سال 2019 تا 2020 سریال عشق تجملاتی. سال 2020 سریال دوران کودکی. سال 2021 تا 2022 سریال عشق منطق انتقام. خب بگین ببینم این ویدیو رو دوست داشتین؟ نظراتتون رو در مورد برجو برای ما بنویسین. این ویدیو رو لایک کنین و یادتون نره که حتما کانال لنز رو دنبال کنین.